با عزتون شروع میکنم جلسه رو. خب، تو جلسه گذشته یک سه تا حدودی حالا اون مطالبی که قرار بود جلسه دوم همشون رو تموم کنیم که نشد، الان شد تا الان سه جلسه ادامه همون مباحث رو میخوایم بریم. حالا با توجه به اینکه بچه‌ها یه کمی اصرار دارن زودتر بریم جلو کار عملی انجام بدیم، ما هم در نظر گرفتیم که مثلا یه کمی مباحث رو یه کمی سطحی تر مباحث رو توضیح بدم، سرنخ بدم. خودتون اگه علاقه‌مند بودین برین سراغ مباحث و اونها رو عمیق‌تر یاد بگیرید که حالا ما زودتر وارد انجام کار با میکرو و پروژه ها و هدفهای دیگه ای که داریم بشیم. حالا با توجه به اینه که بچه ها هم بیشتریشون خب سطحشون خوبه، اون افرادی که یکم سطحشون پایین‌تره تعدادشون کم هست، چون انگار اون اشتیاق و اون افرادی که معمولا توی کلاس ها بیشتر شرکت میکنن معمولا داره سطح انگار بیشتر و اشتیاق بیشتری هستن. برای همین حالا به صورت کلی منظور من این است که یه کمی زودتر میریم جلو. دوستان اگر افرادی هستین که توی یک سری مباحث مشکل دارین، من هر وقت بهم پیام بدین بهتون کمک میکنم. مراجعم من حالا جلسات گذشته بهتون معرفی کردم، حالا بازم اگه خواستین پی وی بهم پیام بدین که بتونید زبان سی در واقع جنرال خودتون رو تقویت بکنید که خیلی هم بحث مهمیه. ولی حالا به صورت کلی کلا تو زبان سی این رو در نظر داشته باشید که من اینو همیشه به شما بگم، سه تا مبحث برای میکروکنترلرها هست که شما باید خیلی رو اونها مسلط باشید. یکیشو قرار این جلسه بگم و دو تا دیگه‌اش رو هم قرار جلسات آینده بگم. یکی مبحث در واقع عملگرهای بیت وایزه که به شدت مهمه در واقع میکروکنترلرها، و یکی استفاده از پوینترها و استراکچرها هست که برای مموری منیجمنت خیلی حرفه‌ای‌تر در میکروکنترلرها مورد استفاده قرار میگیرن. این سه تا مبحث رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید که برای به عنوان حرفه‌ای شدن به عنوان یک برنامه نویس امبدد شما نیاز دارید که روی این سه تا مبحث تسلط خیلی زیادی داشته باشید. باقی مباحثی که داخل سی مطرح میشه مباحث دیجیتال مباحث جنرال و ساده است، مثل ایف و الس و وایل و سویچ و این مباحثی که داخل زبانهای برنامه نویسی مشابه دیگه دیدید. و حالا به غیر از اون هم ما زبان سی پلاس پلاس رو هم داریم که اگر دیگه حالا اون بستگی به خودتون داره، اشتیاق بهش نشون بدید که ما وارد مباحث شی‌گرایی اون هم بشیم و حالا اون اصلا یه دوره جدا برگزار کنیم که یاد بگیریم حتی یک سری نرم افزارها بتونیم درست کنیم. چون خیلی از پروژه ها هستش که مثلا میگم شما نیاز دارید برای پروژهتون یک نرم افزار داشته باشید. به عنوان مثال فرض کنید یک پروژه صنعتی درست کردید، میخواید یه نمایشگری داشته باشید. داخل نمایشگرتون مثلا میخواد یک تصویری رو نمایش بده. خب و عموما این تصویر یک نرم افزاره داخل یک HMI در نظر بگیرید. اون نرم افزاری که شما میخواین بنویسید، یکی از راهاش استفاده از مثلا QT فریمورک QT هست که زبان C++ پشتیبانی میکنه. و خب دونستن این مسائل خیلی خوبه، چون مثلا پروژه های زیادی هستن که شما برای مانیتورینگ دیتا لازم دارید که داخل کامپیوترتون یک سافتوری داشته باشید که بتونید اون دیتا ها رو مانیتور کنید. که حالا روش های ساده تری هست و افرادی که هستن که متخصص تر هستن در این قضیه، مثل زبان سی شارپ که مثلا شما WPF رو یاد بگیرید. ولی خب باز هم شما اگر بخواید یک برنامه‌نویس امبدد باشید که مثلا یک چیزی داشته، یک کسب و کار خودتون رو دارید و میخواید سریع یک نرم افزار امبددی واسه خودتون درست کنید کارتون راه بیفته، دونستن مثلا QT خیلی خوبه. تو مثلا از اون ور ما اگر بخوایم 4 روز دیگه مهندسان خوبی بشیم هممون، شما دوستان من، حالا هممون که بتونیم یکم سطحمون بره بالاتر، مثلا یه وقتی میبینید پروژه پردازش تصویری بهمون میخوره، اونجا باز پروژه پردازش تصویر که بخوره شما مجبورید برید مثلا از فریمورک اوپن سی وی استفاده کنید. فریمورک اوپن سی وی توسط زبانهای سی پلاس پلاس و پایتون پشتیبانی میشه. دیگه میگم اینها ابزار زیاده و با توجه به انگار اون موقعیتی که شما در اون وجود دارید، یعنی مثلا میخواید پروژه سریع
اوکی بشه، مثلا دم دستی ترین چیزتون سی پلاس پلاس میرین یاد میگیرین یا از قبل یاد داشتین. این مباحث کلا به صورت کلی هست. ولی خب هدف ما فعلا همین سی و امبدد سی و میکروکنترلرهای آرم هست. حالا اگه عمری باقی موند بیشتر وقت شد شما استقبال کردین، دورهای دیگه ای هم برگزار میکنم. خب من یه پروژه با اجازهتون دوباره باز کنم. الان تصویر من دارین دیگه. درست کنیم. اینجا next next. آه، چرا مشکل لایک و دیسلایک میدین؟ یک بیلد بگیریم و ایران بگیریم. حالا قبل از اینکه مبحث رو دوباره شروع کنم، یک دو سه تا از دوستان تو پی وی ازم سوال پرسیده بودن این اکلیپس رو چجوری تغییر بدیم و نمیدونم کاستومایزش کنیم و اینا. گفتم حالا اه، قبل از اینکه کلاسم شروع بشه یه توضیح هم در مورد بدم، اگه دوست داشتین مثلا یکم تغییر بدیم برای خودتون. از این قسمت ویندوز توی پریفرنسز برین شما اینجا، بعد رو گزینه اول جنرال و بعد گزینه اولش دوباره اینجا یک گزینه داره color and font theme. شما این رو روی مدلی که دوست دارید میذارید. حالا یه مدل جدیدی اومده داده، آیکونا اینجا یکم تغییر میکنه مثلا. و اینم حالا اون حالتهای دیگه مثلا لایت باشه، دارک باشه، مال پیشفرض سیستمتون باشه. مثلا ویندوزتون رو هرچی بود پیشفرض اونو قرار بده. مثلا من اینو دارکش میکنم، حالا چیزی که تو نرم افزار دیگه داشتم. آقای سالی شیر اسکرینت رفته بر من. ندارین؟ واقع دوستان دارین؟ الان رفت. نه بقیه هم ندارم. بقیه هم لایک زده. دارن لایک میزنن یعنی چی؟ این داره این نداره نمیفهم. نه دارن، یعنی همشون ندارن. شما میخوای یه رفرش بکن دوباره اگه الان نداشته واسه من باشه. اومد. اومد اوکی. نه اومد الان اومد. نت خب قطع اوکی شد. اوکی اوکی. حالا از اون مسیری که بهتون گفتم میتونید تمشو دارش کنین. حالا گزینه‌های دیگه هم داره. مثلا میگم شما میخواین مثلا این فونتتون هم تغییر بدین. مثلا من فونتی که خودم میذارم باهاش حال میکنم بیشتر همین کنسول خود ویندوزه. حالا یا بولد و ایتالیکش هم میکنید یکم قشنگتر میشه، هم تغییر میکنه به این شکل میشه. و یه نکته دیگه ای که تو حالا من حالا یادم نمیاد، من کامنت ها رو بهتون توضیح دادم مثلا که کامنت چیه چی کار میکنه دقیق، یا نه فقط یک چیز سرسری در موردش توضیح دادم براتون در مورد کامنت نویسی و اینا. کامنت ها رو نگفتم. نگاه کنید کامنت نوشتن. خب همونطور که از این پروژه‌ای هم که شما همین اول درست میکنید و قبلا توی درساتون توی مثلا که مثلا با میکرو آرم کار کردین و اینا قطعا میدونید که ما گاهی وقتا نیاز داریم یک سری توضیحات تو کدمون بنویسیم و با استفاده از کامنت گذاری این توضیحات رو میتونیم انجام بدیم. حالا من تا وقتی اینو ریست بکنم توضیحات رو بدم. شما برای کلا نوشتن توضیح داخل کدتون میتونید از این کامنت گذاری ها استفاده کنید. کامنت توی برنامه و تو کامپایلر هیچ تأثیری نداره. کامپایلر میاد کلا کامنت های شما رو ایگنور میکنه و اصلا هیچ اجرای روشون نداره. فقط یک سری توضیحاتی هست که برنامه نویس واسه کد خودش مینویسه که یه برنامه نویس بنده خدای دیگه میخواد مثلا بیاد کدشو ببینه بفهمه. و اگر من بخوام به صورت کلی بگم کامنت، نگاه کنید شما مثل این میمونه که شما دارید یه غذا درست میکنید خب و دم دستتون ادویه دارین. خب شما اگر اون غذاتون خب خودش خوب نباشه خب ولی ادویه بهش بزنید یکم خوشگل و اینا میشه. کامنت هم دقیقا مثل ادویه است. شما اگه کدت خوب نباشه فقط کامنت بنویسی کدتو میای فقط یه کمی خوشگل مشکل میکنه.
پس همیشه حواستون باشه که کدتون رو خوب بنویسین، کامنت هم بنویسین، یه ادویه هم بهش بزنین، کدتون هم خوشگل بشه. یه برنامه‌نویس بنده خدای دیگه یه 4 روزی اومد کد شما رو ببینه، پشت سرتون حرف بد نزنه، ازتون همیشه تعریف کنه. چون معمولا یک چیز دیگه هم که هست، ما الکترونیکی ها کلا تو کدنویسی و برنامه نویسی خیلی بی‌حوصله‌ان. یعنی اصلا کامنت نمیذارن، انقدر عجیب غریب کد مینویسن. چون یکم برعکس، چون درک و منطقشون خیلی بالاتره ها، یعنی مثلا میگم کدای خیلی سخت و پیچیده میشن دیگه حوصله کامنت گذاری ندارن، مثل نرم افزاری ها نیستن. خب ولی بازم اگه اینو رعایت کنین، به همچین برنامه‌نویس خیلی خیلی برنامه‌نویس خوب و حرفه‌ای تبدیل میشین، خیلی براتون خوبه. خب اینم گفتم که بهتون رعایت کنین حتما. و حتی ما یه استانداردی داریم برای کدنویسی که تمام کتابخونه‌هایی که تو کیل دیدید که بهشون میگن، برای کتابخونه‌هایی هست که مثلا میکروکنترلرهایی با هسته آرم پشتیبانی میکنن، مثل CMSIS. اینا همشون طبق یه استانداردی کامنت گذاری میکنن که بتونی بعداً از اون کامنتات یه خروجی بگیری، یه خروجی PDF بهت میده و تمام کدهایی که نوشتی رو در واقع میاد واسه توضیحات مینویسه. حالا جلوتر کدهای حرفه‌ای تر من بیشتر در مورد اون استاندارد صحبت میکنم، ولی الان اضافیه. و حتی میگم که چجوری ما این ادیتوری که داریم رو بیایم کاستومش کنیم که پشتیبانی کنه از اون استانداردی که ما بخوایم کامنت گذاریامون رو انجام بدیم. این یک توضیح کلی هم در مورد کامنت هم کلا میخواید بذارید. همونطور که میبینید اینجا یک روش اولی که برای کامنت گذاشتن دارید، اینکه دو تا بک اسلش بزنید و بعد توضیحاتتون رو جلوش بنویسید، یا همین که یه بک اسلش ستاره. و حالا تو ایکلیپس این قابلیت رو داره که خودش به صورت خودکار میبنده اون بک اسلش ستاره رو. شما هر بک اسلش ستاره ای که باز میکنه یه ستاره بک اسلش باید بذارید که باز ببندینش. اینم در نظر داشته باشید. حالا هر چی ستاره هم که شما بنویسید اینجا، هر چی که اینجا بنویسید به عنوان توضیح یا کامنت شناخته میشه که داخل کد هاتون بنویسید. حالا من سعی میکنم یکم کامنت گذاری بکنم به کد هایی که میخوایم بنویسیم که یکم براتون قابل فهم‌تر باشه. اضافه گویی نکنم، برم سراغ ادامه مباحث. عملگرهای رابطه‌ای بهتون توضیح دادم. ما در واقع 1 2 3 4 و 5 تا عملگر دیگه داریم. حالا یکیش متفرقاست، به اون کار نداریم. عملگرهای دیگه‌ای که داریم، اولین عملگری که میخوام بهتون بگم عملگرهای رابطه‌ای هستن. برای نوشتن یک سری رابطه ها استفاده میشن. مثل عملگرهایی داریم که اینجا من اینا رو کامنت میکنم که اگه بخواین عکس بگیریم. اولین عملگری که داریم مثلا عملگر مساوی مساوی هست. برای چک کردن چیه دوستان؟ برای چک کردن اینه که ببینیم آقا در واقع دو تا عدد رو میخوایم چک کنیم، ببینیم اینها در واقع یکسان هستن با هم دیگه یا نه. یا دو تا متغیر رو میخوایم چک کنیم، ببینیم آقا متغیر A و متغیر B یکی هست یا نه، مساوی هست یا نه. چون شما تو زبان‌های برنامه‌نویسی اگه مساوی تنها رو که بذارید، باعث میشه که بیاد اون مقدار یا عدد داخل متغیر بریزه. برای همین اومدن یه استانداردی تعریف کردن مثلا داخل زبان سی و سی پلاس پلاس که آقا با استفاده از مساوی مساوی که شما قرار میدی، میتونی مقایسه انجام بدی. خروجی این عمل مقایسه یک خروجی لاجیکال هست. وقتی من اسم یا کلمه یا لاجیکال رو به زبون میانم، منظور من این هست که خروجی ما یا صفر هست یا یک، یا ترو هست یا فالس، که همون مغز متفکر کامپیوتر و نحوه عملکرد کامپیوتر هست. دومین عملگر رابطه دیگه‌ای که داریم من بخوام بهتون بگم، عملگر بزرگتره و کوچکتره. و حالا باز اینها ما بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی داریم که اینها دقیقاً کاربردشون مثل کاربردهای ریاضیات هستن و خروجیشون دقیقاً مثل خروجی بالاست و میاد به شما یک خروجی چی برمیگردونه؟ یه خروجی لاجیکال برمیگردونه. سومین آقای عملگر که ما ساجی بله. میشه این دارک مود رو برداری؟ اصلا دیده نمیشه اینو که داری می‌نویسی. باشه میگم. مرسی. این چیزی رو برداریم پس. خودم دارک مود پسندم، ولی دوستان لایتش کنیم، یه ریستش بکنیم. من واقعا درک نمیکنم این دوستان که لایت مود میپسندن. کور شدم آقا.
خیلی خوب. حالا نه، برای حالا که دیده بشه لایت یکم باشه فکر کنم بهتره. ولی خب کلا لایت چشماتون اذیت میکنه، اگه زیاد کد می‌نویسین همیشه رو دارک بزنید. جدی میگم، یعنی ما هر کی تو شرکت لایت گذاشته تا میشه عینکی شده. خب حالا ادامه داشتم میگفتم که عملگرها رو داشتم میگفتم. یه عملگر مساوی مساوی بود، عملگر چیز بود، بزرگتر بود، کوچکتر بود، بزرگتر مساوی و کوچکتر مساوی بود، و عملگر سومی که میخواستم بهتون بگم نامساوی بود. این دقیقا مثل یکی بالای فقط ناتشه. خب یعنی که مثلا میگه این داره چک میکنه که با هم مساوی باشن، این چک میکنه که با هم دیگه نامساوی باشن. به این شکل از اینها میتونیم استفاده کنیم، از این عملگرها. حالا برای اینکه بتونیم از این عملگرها استفاده بکنیم، کاربرد بسیار زیاد این عملگرها در واقع شرط ها و کاندیشن های ما هستن، یعنی در ایف ها. که پس من اینجا یک بریک میزنم، میپرم رو مبحث آخری که الان میخوام تو این جلسه قرار بود بهتون توضیح بدم، که بتونیم باش عملگرها رو راحت‌تر در واقع ادامه بدیم. که موضوع ساده ای هم هست و خیلیاتون هم میدونید، در واقع ایف دیگه. ایف همونطور که از اسمش پیداست میگه اگر یک اتفاقی افتاد یک کاری انجام بده، و همین سادگی. میگیم مثلا به صورت خودش اینجوری میگیم آقا ایف مثلا اگر باران آمد بیا مثلا این عملیات اینجا رو انجام بده. اگر مثلا اینجا مثلا اینجا می نویسیم اگر ایف مثلا rain، مثلا باران اومد، هوا رینی بود، مثلا اینجوری هم می نویسم که این چیزا رو مثلا weather. حالا اگه اشتباه نوشتم ببخشید، زبانم خوب نیست. میگیم اگه مثلا رینی بود بیا مثلا چیکار کن، کاپشن تنت کن. خب بعد عملی که میخواین اینجا انجام بدین رو اینجا می‌نویسید. خب ساختارش همینه، یه ساختار به شدت ساده که میتونید ازش استفاده کنید. حالا ما میخوایم از این عملگرها تو این ساختار شرط و ایف استفاده کنیم. حالا این ایف حالتهای مختلف دیگه ای داره که اونها رو هم بهتون میگم. خب بیاین ازشون استفاده کنیم. اولین چیزی که ما اینجا داریم، من میام دو تا متغیر تعریف میکنم. یه متغیر آ دارم مساوی با 5، یه متغیر بی دارم مساوی با 6. حالا بیاین اینجوری بهش نگاه کنیم یکم کدومون بهتر بشه. یک متغیر آ می نویسم، یه متغیر ب می نویسم، بعد میام شروع میکنم به گرفتن این آبه. اول آ رو میگیرم، بعد ب رو. پیغامی هم میدم که قابل فهمتر باشه. میگم سیوت اینتر نامبر ای، و در این قسمت هم می نویسم اینتر نامبر ای و بی رو میام اینجا دریافت میکنم. حالا روش یه شرط میرم، میگم if اگر A مساوی بود با B، بیا مثلا بنویس yes، یعنی مثلا با هم دیگه برابرند. خب بعد یه ایف دیگه میذارم، میگم اگر A نامساوی بود با B، یه چیکار کن، بنویس نو. این خروجش کاملا مشخصه دیگه، یعنی میدونم که میدونید. یه عدد میزنم میگم 5، اینجا هم 6 میزنم، میزن 9، اینا با هم دیگه برابر نیستن. خب اگرم یکی بزنم میزنه که آره اینا با هم دیگه برابر نیستن. به همین سادگی. فقط حالا توی ایف نوشتن هامون یک سری نکات هست که باید رعایت کنیم که میشه حالتهای مختلف. خب من یه سوال از شما میپرسم، من اگر مثلا میام اینجا میگم آ مساوی با ب، خب دیگه نیازی نیست بیام یه ایف دیگه اینجا بنویسم که بیاد انگار اینم بیاد چک کنه الکی وقت کامپیوتر رو بگیره. یه حالتی داریم ما به نام else. میگه که آقا else چی میگه؟ میگه otherwise، میگه در غیر این صورتی که این اتفاق نیفتاد بیا این عمل رو انجام بده. میگه اگه اینا با هم دیگه مساوی نبودن قطعا نامساوی هن، پس بیاید این رو اینجا انجام بده. این در واقع ساختار شرطی باعث میشه که از این ساختار شرطی که اول نوشته بودم سریعتره. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع حالا تو این حالت زیاد تفاوت ایجاد نمیکنه. تو مثالهای جلوتر بهتون میگم که چرا سریعتر هست. ولی خب این ساختارش ترتمیزتره تو این موقعیت، ولی تو موقعیت های بعدی میبینیم که حتی سریعتر هم هست نسبت به این. چون اینجا میاد میگه که مثلا میگم این شرط اگر برقرار نشد این شرط برقرار میشه دیگه.
نمیاد دیگه یه شرط دیگر رو باز چک کنه الکی وقت سی پی یو گرفته بشه که حالا کار سی پی یو خیلی سریعه میدونیم این رو، ولی گاهن یک سری وقتا هستش که ما دانشجوییم دیگه میخوایم یه پروژه بزنیم، نمیخوایم قیمتش خیلی بره برو، میریم یه میکرو داغون چینی میخریم که همین چیزا رو هم باید توش رعایت کنیم. خب پس اینجور نکات برای ما برنامه‌نویس امبدد مهم میشه که توش باید رعایت کنیم، و حتی اون ذخیره سازی و در واقع منیجمنت کردن مموری. این هم این ساختار ایف و السی بود که خدمت دوستان گفتم. سوالی هم که اگر دارید بپرسید، ولی فکر نکنم چیز خیلی سختی باشه و کاملا قابل مفهومه. اه، و حالا ما میخوایم با همین ساختار ایف و السه این حالتهای دیگر هم اجرا کنیم که خیلی ساده است. ببینیم که ایف اگر مثلا جان آقای کاظم. آقای سالی کیبوردتون مکانیکاله؟ نه کیبورد لپتاپه. برای چی؟ صدای خیلی دلنوازی داره همین. متشکرم از فکرت. باشه. قابل نداریم. خیلی خوب. میگیم که حالا این حالتهای دیگر اینجا میم با هم دیگه در واقع پیاده سازی میکنیم. میگیم که خب حالا اگر مثلا آ بزرگتر از، بیاید اصلا همه سه تا حالت رو بنویسیم. میگم آقا اگر آ مساوی با ب بود بیا این کارو بکن. خب حالا که میخوام این سه تا حالت بنویسم، یک حالت دیگه ایف الس هم میخوام بهتون توضیح بدم، میشه الس ایف. الس ایف یعنی اینکه میخواین شما شرط های متوالی بذارید. خب مثلا من میگم اینجا الس ایف در واقع آ اگر باز بزرگتر بود از ب، اگر اینجا بنویس مثلا here، اینجا یه السیف دیگه بذار، یه السیف دیگه بذار که حالتهای مختلف رو اینجا میگیم. اگه کوچکتر بود، حالا من اجازه بدیم که کوچکتر مساوی ها رو همینجوری بنویسم دیگه چون یکی هم تقریبا. بعد میگیم که مثلا کوچکتر بود، و اینم else if دیگه ای که مثلا دارم میگیم اگه نامساوی هم بود به یه چیز دیگه بنویس. بعد میگیم که اگر مثلا بنویس که نامساوی بود با ای، یا بنویس که مثلا نو یعنی نامساوی. حالا otherwiseش هم یه چیزی بیا بنویس، ولی خب ما اینجا دیگه otherwise نداریم، یعنی ما همه حالت ها رو اومدیم پوشش دادیم دیگه. فکر نه همچه حالتی دیگه پیش نمیاد که اینها نباشه. چرا اگه یک زمانی بود مثلا من میومدم این مساوی ها رو از اینجا برمی داشتم، اینجا یه otherwise داشتیم، مثلا میومدیم میگفتیم که اینجا اون otherwise رو بیا چک کن. حالا من اونم می‌نویسم مثلا اون otherwise هم به وجود بیاریم، مثلا حالا اسمی براش ندارم می‌نویسم اون otherwise. این تمام عملکردهای محاسباتی و حالتهای مختلف اون هستن که ما برای خودمون الان اینجا ایجاد کردیم. حالا این ساختار else ifی که اینجا نوشتم چه فرقی داره با if های پشت سر هم دیگه؟ همونطور که بهتون گفتم، شما فرض کن من اینجا میام یه عالمه if می نویسم و else if نمی نویسم و همین شرط ها رو در واقع توش قرار میدم. مثلا اینو قرار میدم، چند تا if همینجوری پشت سر هم بذارم، اینا رو اینجوری مثلا قرار دادم. همین مثلا مساوی مساوی و بزرگتر و کوچکتر و نامساوی رو هم اینجا من انجام میدم. فرق این حالت با این حالت در چیه؟ در اینه که مثلا میگم این میاد اینجا چک میکنه، میگه خب آقا آ مساوی با ب هست یا نه. اگر مساوی با ب بود میگه خب سیوت میکنه یس. دیگه اینا رو نمیره الکی چک کنه وقت خودشو بگیره، میپره از اینا گذر میکنه، از اینا گذر میکنه برنامه رو تموم میکنه. ولی وقتی شما تو این حالت بنویسید، بهت میگه خب آقا مساوی با ب هست، خب عملیات رو میاد اینجا انجام میده. خب میگیم اوکی، خب دیگه این عملیات اتفاق میفته، اینا دیگه اتفاق نمیفته. ولی چون ما تو ساختار else ifی نیومدیم اینا رو بنویسیم، باعث میشه بیاد باز همه اینا رو ملکی چک کنه. خب این چه کاریه؟ این کار اضافی هست دیگه. برای همین ما کلا این else if رو به وجود آوردیم. بگیم آقا تا اینجا که تو اومدی، مثلا میگم تا اینجا اومدی هیچ کدوم از این شرط برقرار نبود، این شرط برقراره، باز دیگه اینو اجرا نکن. مثلا اومدی این برقرار، اینا رو اجرا نکن. پس نحوه استفاده السیف هم تو همینه، به همین سادگیه، فقط برای سریعتر کردن خود برنامه‌مون. خیلی وقتها هست یک سری شرط ها رو ما چک میکنیم، شرط های عظیمی هستند، شرط های بزرگی هستند. این شرط ها باعث میشه باز بره داخلش یک سری عملیات های دیگه انجام بده. برای همین این مهمه که ما بیایم از این ساختار تو کد نویسیمون همیشه استفاده کنیم. خیلی خوب، اینم از این.
و اینم در واقع ورودی هاش کاملا مشخصه. این با حالت های مختلف ما بخوایم به وجود بیاریم، میگم اگه من 5 بدم میگه yes، اگه اینو بدم 6 و اینو بدم مثلا میگم 4، میگه بی مثلا 6 بزرگتره. وقتی میگم بی مثلا حالا میرسم آ بیه، یا مثلا میرسم بی لیدر آ لیدر. بعد این مثلا همون حالت های مختلفی که وجود. خب بعد مثلا ما مثلا اینو 4 میدم، اینم 7 میدم، دیگه این کوچیک‌تره. اگه با هم دیگه نامساوی باشن. حالا اینجا یه نکته‌ای داره دوستان، اگر مثلا ما میگم دو تا مقدار بیام بهشون بدم، خب چه وقتی این میاد اجرا میشه؟ کسی میتونه بگه؟ اصلا این شرط اجرا میشه یا نه؟ تو این ساختاری که من الان نوشتم اجرا نمیشه دیگه، درسته؟ چرا اجرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اول این شرط ها رو میاد چک میکنه و اینها رو اجرا میکنه و بعد میاد گذر میکنه از اینا دیگه. این ساختار ارسیفی که من اینجا نوشتم. خب پس اگر من بخوام نامساوی بودن دو تا عدد رو هم چک کنم، مثلا باید بیام این پایین چک کنم، یا اصلا با خودم میگم که آقا منطقیش با خودم حساب میکنم، میگم آقا وقتی آ بزرگتر از ب، یعنی نامساوی ان دیگه. اینجا یه سیوت دیگه میکنم، میگم خب آقا مثلا نامساوی هم هستن، نامساوی هم مثلا بنویس، نو رو هم برام بنویس. خب پس تو الس ایف نوشتن هاتونم به این نکته ها باید دقت بکنید، نکات ریزی هستن. یعنی شما مثلا این کد رو میای به خود مینویسی، انتظار داری که مثلا بیاد این هم اجرا بشه، ولی خب این اجرا نمیشه دیگه، چون این ساختاری که من نوشتم ساختار الس ایفی هست. این الس هم اجرا نمیشه. حالت هایی که اصلا ما به وجود میاریم به این شکل نمیشه. پس این هم ساختار ایف و الس ایف و همراه به اونها عملگرهای محاسباتی. فکر نکنم گیری هم توش داشته باشیم، برای همین من ازش گذر میکنم. اگه سوالی دارین هم دستتون رو بالا کنین بهتون توضیح بدم، و اگه نه بریم سراغ مبحث بعدی. فهم من یه سوال دارم که جلسات قبلم نبودم، اون ریترن صفر آخرش چیه؟ نگاه کنید داخل برنامه‌نویسی سی و سی پلاس پلاس، خب ما کد خودمون رو گفتیم که به صورت کلی داخل یه تابع مین بنویسیم. خب و تابع مین همونطور که از اسمش پیداست یعنی تابع اصلی برنامه. خب تابع اصلی برنامه، خب یعنی تابع وقتی یه حالتی براش تعریف میکنی، میگی که آقا تو برنامه چجوری بهتون بگم، یک چیزی خروجی باید بده، خب یا میتونه یه خروجی نده. خب ولی تو استانداردهایی که مثلا میان کد می نویسن، خب برای اینکه مثلا تو کامند لاین کامپیوتر، خب شما اگر مثلا دیده باشید میگه مثلا برنامهتون تموم شد با خروجی صفر. برای اینکه متوجه بشن که برنامهشون تموم شده، این ریترن صفر رو میان میذارن. شما میتونی مثلا این تابع مین رو تغییر بدی، بنویسی void. حالا جلوتر تو مباحث تابع میگم، بنویسی void، بعد بگی اصلا چیزی مقداری برگشت نده، برنامه هم که تموم شد تموم شده دیگه. حالا برنامه نویسا توی استانداردی بر اساس سی سی پلاس پلاس اومدن یه استانداردی تعریف کردن، گفتن آقا من برای اینکه متوجه بشم تو ساختار بیلدی که دارم از برنامه میگیرم، خب برای اینکه بفهمم برنامه‌ام تموم شده یا خروجی برنامه‌مو متوجه بشم، یه ریترن زیرو گذاشتم که آقا بفهمم تابع مین من تموم شده. چون گاهی اوقات هستش مثلا میگم ما یه برنامه یه کدی نوشتیم، میره داخل یه لوپی، داخل یه حلقه‌ای میره این بی‌نهایت، بعد ما نمیدونیم این برنامه کی تمام میشه یا اصلا تموم نمیشه. این برای اون زمانیه که ما میخوایم این قضیه رو متوجه بشیم. ولی این قضیه رو چون این تابع مین تابع اصلی است، معمولا کامپایلر میخواد متوجه بشه، من برنامه‌نویس نمیخوام متوجه بشم. اگر هم مثلا دقت کرده باشید تو برنامه‌نویسای میکروکنترلری ما چی داشتیم؟ ما یه اینت مین داشتیم و یه وایل داشتیم. برنامه‌مون همیشه باید در حال اجرا باشه، برنامه ما همیشه تا بی‌نهایت در حال اجراه. این فقط مثلا برای کامپایلره یا برای مثلا میگم برای ساختار بیلد گرفتن یه استاندارد. یعنی شما اینو اگر نذارید هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. یعنی اگه من اینو void بذارم و این رو بیام اینجا حذفش کنم، برنامه من بازم ایجاد میشه، اجرا میشه. آها، پس فعلا اینجوری ما استفاده میکنیم void main، بعد در آینده حالا تو وایل هم که بذاری دیگه
لازم نیست دیگه مقدار خروجی ازش بگی که بفهمیم برنامه تموم شده که برای همیشه نه اجرا نه میشه. میگم این خروجی گرفتن از تاب میل برای ما مهم نیست. این بیشتر مثلا آره توی فهمیدم. میدونید کجا مثلا یک کسی میخواد یه سیستم عامل بنویسه کارهای خیلی لو لول، یا مثلا یکی میخواد یه زبان برنامه‌نویسی برسه واسه خودش اینو گذاشته. ما کار نداریم، ما میگیم آقا من میخوام کدم رو داخل این مینه بنویسم، حالا یه ریترن زیروی هم طبق استاندارد بوده، حالا من اینو تغییر ندادم، برای همینم مثلا من توضیحی ندادم. میتونی آقا تو اینجا وید بنویسی هر جور که تو دلت میخواد، اصلا هیچ مانعی نداره. مرسی. خیلی خوب. عملگر های بعدی که میخوام بهتون بگم عملگرهای منطقی. عملگرهای منطقی همونجور که از اسمش پیداست مثل مدار منطقی، همون عملگرهای همون لاجیک های معمولی که ما تو درس مدار منطقی داشتیم، مثل نات و اند و اور و اینها، که ما این رو تو درس مدار منطقی یاد گرفتیم که نات، اند و اور سه لاجیک پایه و اساسی ما هستند. پایه و اساس لاجیک های ما این ستا هستند که ما می توانیم با استفاده از این سه لاجیک در واقع انواع لاجیک های دیگه مثل ایکس اور ها، مثلا ایکس نور ها، مثل نند ها، نور ها، و حتی حالا در لول های بالاتر مثل شیفت رجیستر، مثلا مدارات منطقی دیگه و مختلف دیگه ای رو باهاشون ایجاد کنیم. در زبان برنامه‌نویسی هم مشخصا به خاطر اینکه اعمال ما به صورت لاجیکال اجرا میشن، ما نیاز داریم که این گیت های منطقی رو داخل کدنویسی خودمون داشته باشیم. حالا اینها به دو دسته تقسیم میشن. ما یک سری مثلا عملگرهای منطقی بیت وایز داریم که اونا بحثشون جداست، برای در واقع انجام عملیات های بیتی هستند. یک سری عملگرهای منطقی لاجیکال داریم که برای در واقع انجام محاسبات هستند، که الان من میخوام اونو که برای انجام محاسبات هستن رو بهتون توضیح بدم که به این شکل هست سینتکسشون. نات رو با علامت تعجب میذاریم، اند رو با دو تا اند میذاریم، و اور رو هم با دو تا اور میذاریم. اینها معروفن به حالا اند و اور، ولی خب این ساختا این کرکتری اسمش بهش میگن امپرسند، اینم که میگن اینو نمیدونم چی میگن، ولی اینو بهش میگن امپرسند، میگن خط دیگه، خط صاف، یه همچین حالتی. ولی این میخوایم بدون اسمش چیه بهش میگن امپرسند، اینم که علامت تعجبه، اینم خط دیگه. خلاصه اینها بر عملگرهای منطقی هستند که برای انجام محاسبات لاجیکال استفاده میشن. یعنی که خروجی اینها به صورت صفر و یک هست و خروجی دیگه به غیر از صفر و یک نمیدن، مثل اون عملگرهای رابطه ای که بالاتر بهتون گفتم. یعنی من اگر از اینها برای دو تا عملوند استفاده کنم، از این عملگرها برای دو تا عملوند دیگه یا عملوندهای دیگه استفاده کنم، خروجی که به من خواهد داد فقط صفر و یک و یک خروجی لاجیکال هست، به غیر از این به من نمیدن. ولی عملگرهای بیت وایزی که جلوتر در موردش صحبت میکنیم، ما میتونیم با اونها عملیات های منطقی مثلا مثل شیفت دادن و مثلا ضرب کردن توی اعداد باینری و اینها استفاده کنیم. ولی اینها نه، اینا فقط برای چک کردن یک سری عملیات های خاص هستن. مثلا میگم آقا شما یه ساختاری دارید، دو تا شرط رو میخوای بیای چک کنی. خب میگه که آقا یه اینت آ میذارم، یه اینت ب هم میذارم، خب بعد اینها رو هم میام میگیرم، میگم آ رو بده، بی رو هم بیو بده، بعد اینا رو میام مثلا چک میکنم، میگم اگر آ مساوی بود مثلا با ب، یه ایف دیگه هم میخوام تعریف کنم، میگم ایف اگر که آ زوج بود، مثلا زوج بودن رو چجوری چک میکردیم؟ میگفتیم آ بخش آ باقی ماندهش به دو باید مساوی باشه با صفر. خب الس مثلا بیا یه کار دیگه انجام. این همچه حالتی مثلا برای ما به پیش می آورد. خب ما الان مثلا میایم این شرط رو میخوایم چک کنیم، پس اومدیم چیکار کردیم؟ میگیم خب اگر آ مساوی با ب بود بیا داخل ایفم. حالا اگر که آ زوج بود بیا مثلا بنویس زوج، اگر فرد بود بیا مثلا بنویس فرد، و قبلش هم مثلا بیا بنویس yes، که مثلا اینها آره با هم مساوی هستن، آ زوجه یا آ فرده. خب یه ایف تو در تو اومدم نوشتم.
من اینو اگه اجرا بکنم، میگم اگر آ رو 2 بدم، حالا من پیغامم اینجا نذاشتم دیگه، فقط اومدم ورودی ها رو گرفتم. آ رو 2 میدم، بیرم مثلا 2 میدم. خب میگیم مثلا یس، میگم یس هست. حالا اینا تو هم دیگه رفتن، ما میتونیم اینجا یه NDL بذاریم که تو خط بعدی برن، یا یه تب بزنیم که از هم دیگه جدا بشن، ولی حالا فعلا مهم نیست. یس زوجه. خب حالا ما میخوایم مثلا میگم این ایفایی که اینجا نوشتیم رو بیایم تو یک دونه استیت ایف بنویسیم. با چی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ با استفاده از اینها، با استفاده از این عملگرهای منطقی میتونیم این کار رو انجام بدیم. میگم خب آ میگم اگر آ مساوی با ب بود، اند اندش با آ اگر چی بود؟ زوج بود، یه عدد زوج بود. خب یه چیکار کن، به اینجا بنویس که سیوت یس، و اینجا مثلا یه سیوت دیگه بنویس. خب این زوجه مثلا. خیلی خوب، ما اومدم با این حرکت دو تا عملیات رو توی یه استیت ایف نوشتم با استفاده از اند کردن. و اند کردن هم همونطور که میدونین منطق لاجیکالش چجوری بود؟ گفتیم که اگر دوتاشون یک باشند خروجی ما یک هست. پس اگر این دوتا شرط برقرار باشند، این شرط، این در واقع عملیات اجرا می شود به این شکل. حالا اگر من اینجا اور بذارم، میگم اگر این اجرا شد یا اگر این اجرا شد فرق نداره، یکیش اجرا شد میاد اینها رو نمایش میده. پس این در واقع ساختارش به این شکله. یا شما میخواین یکم پیچیده ترش بکنید، مثلا میگم میام مثلا اینجوری بنویسم، میگیم که این رو ناتش میکنم، باز اندش میکنم با نات این الان در چه صورتی اجرا میشه؟ اگر کسی میخواد بگه، اگر نه که خودم. کسی نمیخواد دست نه. خب نگاه کنید چی داره میگه. میگه اگر آ مساوی بود با ب، خب اینجا میگه اگر آ مساوی بود با ب خروجیش میشه یک. خب حالا خروجی یک رو میاد چیکارش میکنه؟ میاد ناتش میکنه صفر. اینجا رو خب اینجا شد صفر، هیچ. حالا میاد این صفره رو اندش میکنه، میگه اگر آ بخش پذیر بود بر دو، یعنی یه عدد زوج بود. خب بعد بیا تو این رو باز ناتش کن، خب یعنی بکنش صفر. یعنی پس چی؟ یعنی این ایفه در زمانی اتفاق میفته که این در واقع چی بشه صفر صفر. یه همچین حالتی به وجود میاد. اینم میتونیم مثلا اینجا ناتش کنیم، میتونیم اینجا اندش کنیم، میتونیم عملیات های مختلفی انجام بدیم. ولی این عملیات ها هیچ تأثیری رو متغیرهامون ندارن. این سه تا عملگری که الان اینجا بهتون توضیح دادم هیچ تأثیری رو خود متغیر نمیذاره. فقط برای انجام عملیات های محاسباتی و مقایسه ای استفاده میشه. که ما میخوام دو تا متغیر رو با هم دیگه مقایسه کنیم، از این عملگرها میایم استفاده میکنیم و خروجی اینها فقط صفر و یک هستن و هیچ تغییری روی متغیرها ایجاد نمیکنه. اینم به این شکل. اند و اور و نات هم اینجوری استفاده میشن. یا مثلا میگم شما فرض کنید که اه، یک مثال مثلا کاربردی تو سمت میکرو بخوام براتون بزنم. یه متغیر تعریف کردیم، اسمشو مثلا میذاریم LED. حالا به این کار نداریم که LED تو میکرو یه رجیستر و اینا، یه LEDه. LED یه پینه دیگه، LED پین می‌نویسن. این LED پینه مقداری که میگیره یا چیه؟ یا یکه یا صفره دیگه. حالا یا صفر یا یکه. خب من میام اینو صفرش میکنم. من میخوام بیام یه LED چشمک زن بنویسم، یه LED چشمک زن داشته باشم. خب این یعنی LED پینه رو، این متغیر که صفر و یک میشه رو هی بیام بریزم رایتش کنم رو پایه میکرو. خب یکی از کارهایی که شاید اسمش شنیده باشین تو میکرو کنترل بهش میگن تاگل کردن. تاگل کردن چی؟ همون نات کردنه. ولی این نات رو میام به صورت لاجیکالی انجام میدن. میگم آقا LED پین رو تو هر سایکلی که حلقه برنامه که داره مثلا اجرا میشه، شما میخواین مثلا بیا میکرو تو چشمک زن کنی، میگه آقا بیا LED پین رو مساوی کن با نات LED پین.
یعنی چی؟ یعنی LED پین استیت LED هر چی که قبلا بوده رو بیا ناتش کن بریز تو این. یعنی اگر من ببین مقدار رو خب بریزم روی یه پایه LED داخل یه حلقه بی نهایت، باعث چه اتفاقی میشه؟ باعث میشه که LED من بیاد هی چشمک زن بشه. یعنی تابه های تاگلی که شما میبینید مثلا تو میکروکنترلرها مثل میکروکنترلر STM32 یا مثلا آردینو اینا میبینید، اگر وارد تابش بشید ساختارش دقیقا اینه، یه متغیر رو میونه تاگل میکنن با استفاده از این ناته. خب مثلا همون عملیات های ساده اند و اور و نات رو میتونیم با استفاده از این سه تا عملگر انجام بدیم. اینم از عملگرهای منطقی لاجیکال که فقط چیز دارن، یک سری خروجی های به صورت لاجیکال دارن. خب نه اگه سوالی ندارین که برن سراغ بعد. این عملگرهای منطقی. خیلی خوب. یک سری عملگرهای دیگه داریم، حالا به انگلیسیشو نمیدونم چی میگم، ولی خب یعنی اسمی که براش گذاشتن نمیدونم، چیزی که من خودم تو ذهنم مونده بس انگار تو ذهنم مونده و به یادش همیشه دارم، عملگرهای ترکیبی هستن. عملگرهای ترکیبی معمولا برای وقتی استفاده میشن که شما میخوای یک سری از محاسبات و انگار یک سری کارهایی که میومدی مثل جمع کردن و تفریق کردن و اینها که میومدیم با عملگرهای محاسباتی انجام میدادیم و خب اینا رو میخوایم یکم بیایم سریعتر انجام بدیم، خلاصه تر انجام بدیم. خب اه، برای همین میایم اینجا از عملگرهای ترکیبی استفاده میکنیم. مثال بارزشو که بخوام بزنم، ما انواع عملگرهای ترکیبی که داریم به این شکل هستن. یکی میگیم که باقی مانده مساوی، دو میگیم تقسیم مساوی، سه میگیم ضرب در مساوی، چهار میگیم همون عملگرهای محاسباتی که داشتیم یه مساوی کنارش میگیم، به اضافه مساوی و منها مساوی. اینا میان چیکار میکنن؟ نگاه کنیم ما یه متغیر رو داشتیم دیگه، مثلا یه متغیر A داشتم مقدارش 5 بود، یه متغیر B داشتم مقدارش 6 بود. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام بگم که بیا توی آیه مثلا چیکار کن A رو به اضافه B کن. الان اینی که من نوشتم چیه؟ میگم A رو به اضافه B کن، باز دوباره بریز تو A. حالا همینو بخوام بیام خلاصه تر بنویسم، از این عملگرهای ترکیبی استفاده میکنم. یعنی این عبارتی که من اینجا نوشتم خلاصش میشه اینجوری، میگم A به اضافه مساویه B. یعنی این خط با این خط در واقع یک شکل هستن و یک کار رو انجام میدن و هیچ تفاوتی بین اونها انجام نداره. چرا این کار رو اومدن انجام دادن؟ یک آپشن داخل سی و سی پلاس پلاس گذاشتن که میخوان یکم کدتون خلاصه تر بشه، که هستش دیگه داخل سی و سی پلاس پلاس، میتونید ازش استفاده کنید. اینجوری هم میتونید بنویسید، اینجوری هم میتونید بنویسید و کسی بهتون گیر نمیده که آقا مثلا چرا اینجوری نوشتی، حرفه‌ای نیست. هیچ تفاوتی نداره، هر جوری که شما حال کردید بنویسید. و ساختار اینهای دیگه هم همینه، این میاد تقسیم میکنه بر اون عدد، باز میریزه تو خود متغیر، ضرب میکنه میریزه تو متغیر، جمع میکنه میریزه تو متغیر و تفریق میکنه میریزه تو متغیر. و این هم میاد باقی ماندهشو میگیره میریزه تو متغیر. من مثالی نمیزنم به خاطر اینکه ساده است، قابل فهمه. خودتون حالا یک سری تمرین براتون میفرستم با همین عملگرها، ببینید خودتون کار کنید. خیلی. عملگر حالا عملگرهای بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم عملگرهای بیت وایزه. اینا تو امبدد خیلی مهمن. بذارین اول لیستشون کنم. عملگرهای بیت وایز همون اند و اور و نات و اینها هستن، ولی برای انجام دادن یک سری عملیات های بیتی رو متغیر. خب اولیش اند بیتی یه امپرسند تکه، یعنی تنها تفاوتی که با اون دوتا امپرسند که داشتیم همینه. امپرسند تک که میذارم یعنی که دارم یه عملیات بیتی انجام میدم، یعنی مقدار متغیر دچار تغییر میشود و فقط برای مقایسه استفاده نمیشود. اور کردن دقیقا همونه، تنها میاد. نات تغییر میکنه، آکولاد میاد. شیفت دادن، شیفت به راست و شیفت به چپ
این راسته، این چپه، قاطی نکنید. و ایکس اور هم داریم. ما بیتی ایکس اور رو داریم ولی به صورت در واقع لاجیکال ایکس اور نداریم. یعنی نمیتونید اینجوری بنویسید ایکس اور ایکس اور، یعنی چیزی نداریم. فقط ایکس اور رو برای عملیات های بیتی داریم، میتونیم ازشون استفاده کنیم. ولی خب این رو هم بدونید که میتونید از اینها هم تو اون حالتهای در واقع مقایسه ای استفاده کنید، ولی باید حواستون باشه که مقدار متغیرتون دچار تغییر نشه، که یک سری تکنیک داره. ولی تکنیکی هم نمیتونم بهش بگم، واقعا یه چیز ساده است که خودتون یکم کار کنین دستتون میاد، ولی سعی میکنم یه مثال هم در موردش بزنم. خب اینها کجا استفاده میشه؟ خیلی ساده است که شما فرض کنید که من حالا اول به صورت باینری میام اینها رو مثال میزنم. یک عدد مثلا میگم یک رو شما با یک اند میکنی مساوی میشه با یک دیگه. بعد مثلا چی بگم، عددهای مختلف رو میایم اند و اور میکنیم، به این شکل میشه. یا مثلا میگم شما یک متغیری تعریف میکنی، یه متغیر اینت آ، اینت آ مقدارش 5. مقدار 5 اینت آ به صورت در واقع باینری چقدر میشه؟ من ماشین حساب کنار دستم میارم که سریع بزنید. میشه 0 1 0 1. یعنی این مقدار باینریش میشه 0 1 0 1. خب حالا من میگم که کار کن، بیا 5 رو، خب بیا 5 رو مثلا یا آ رو اندش کن با ب. حالا ب چیه؟ مثلا من اومدم اینجا یه ب هم تعریف کردم، مقدار 6. مقدار باینری 6 چنده؟ 0 1 0 هست، 1 1 0 1 1 0. خب حالا این میاد چیکار میکنه؟ وقتی من میام از این بیت وایزه استفاده میکنم، فقط نمیاد اینها رو با هم دیگه مقایسه کنه. خب یعنی اگه من بیام اند فقط بذارم، فقط میام اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنم. خب و خروجی این عملیات چی میشه دوستان؟ خروجی این عملیات میشه 1. به خاطر اینکه این ب و آ صفر نیستن، مقداری که برمیگردونن 1 هست و کامپایلر داره فرض میکنه که شما این آ و ب رو یه عملیات مقایسه ای در نظر گرفتید و میاد این مقایسه ای ها رو با هم دیگه اند میکنه و در خروجی به شما 1 میده. ولی باز این اند کردن به صورت تکی یه عملیات مستقل و جدا هست. من عرض کنم من این رو داخل یه متغیر C میریزم. متغیر C رو هم اینجا تعریف. حالا چرا من دارم تو کامنت کد می نویسم خودم هم نمیدونم. خیلی میشه یک. خب اومدیم متغیرها رو تعریف کردیم. حالا میگم که آ رو بیا اندش کن با بی و بریز تو سی. این در واقع میاد چیکار میکنه؟ داره میاد این عملیاتی که انجام میده، میگه که آ چی بود، میاد اینا رو به باینری تبدیل میکنه، میگه 0 1 0 1. بعد میاد اندش میکنه با 0 1 1 0. خروجیش میشه چی؟ میاد تک تک این بیت ها رو با هم دیگه اند میکنه، یعنی 0 با 1. حالا اینا زیر هم دیگه میشن دیگه، بکشم من براتون. اینجوری میشه، متناظر با هم دیگه میشن. این 1 با 0 اندش میشه چی؟ میشه 1. 0 و 1 میشه 0. این هم میشه 0. این هم میشه 1 و این هم میشه 0. یعنی اند کردیم دیگه، تک تک این بیت ها رو میایم دیگه با هم دیگه اند میکنیم به ترتیب زیر هم. مقدار چند شده 0 1 0 0. حالا این 0 1 0 0 یه مقدارش تو باینری که من اینو براتون بزنم میگم 0 1 0 0 میشه 4. اومده مقدارش 4 شده. بعد تو سی چی رو نمایش میده؟ من اگه بگم که سی رو حالا بیا نمایش بده، با سی رو دوباره تبدیلش میکنه به یه اینتیجر، به خاطر که نوعش از جنس اینتیجره و 4 رو برای من نمایش میده اینجا. رسیدین اینجا؟ پس این بیت وایس ها میان مقدار خود متغیر رو تغییر میدن. اوکی؟ این نکته خیلی مهمیه که باید در نظر
داشته باشید. اور هم همین کارو میکنه، نات هم همین کارو میکنه، همون کار معمولشون رو انجام میدن، یعنی هیچ تفاوتی در اینها قائل نیست. و در مورد شیفت هم بخوام توضیح بهتون بدم این شکله. شیفت چی میگه؟ جان آقا خالد. اکراس پنجره باز پنج با اینجوری نقده شد. صداتون کلا قطع شد، هیچی نفهمیدم. الان میاد صدا؟ الان میاد. یه اگه بخوایم پنج رو با هم دیگه اند کنیم باینریشون 5 و 6 رو میخواین با هم دیگه اند کنید، باینریشو نمیخواین؟ آره خب نه دیگه، نگاه کنید شما عمل اند کردن یه عمل منطقیه دیگه. خب بعد یعنی نمیشه، یعنی این اتفاق نمیتونه بیفته که مثلا شما 5 با 6 رو میخواین اند کنین، کامپیوتر باید بیاد اینو تبدیلش کنه به باینری که بتونه اندش کنه. حالا شاید من سوالتون رو درست متوجه نشدم. جانم آقای آهاری. اندش کنیم با چیکار کنیم؟ تا عدد ثابت اند نمی‌کنیم، خیلی بیکار برده احساس میکنم. اعداد ثابت رو بخوایم اند کنیم خیلی بیکار برده. نگاه کنید، آره عدد به صورت کلی مثلا یه عدد بخوایم عدد 5 مثلا بخوایم با 6 اند کنیم خیلی بیکار برده. ولی اینی که من الان اومدم بهتون گفتم یه مثال بود. خب یعنی میگم که آقا مثلا 5 مثلا باینری شده این، 6 هم باینری شده این، بعد اینا اومدن با هم دیگه اند شدن. چون در واقع مثلا 5 و 6 تو کامپیوتر بر اساس همین 0 و 1 ها ذخیره میشن دیگه، درسته؟ این صفر و یک ها توی حافظه‌های کامپیوتر ذخیره میشن. برای همین کامپیوتر میاد هر عددی رو کلا تبدیلش میکنه به چیز، تبدیلش میکنه به اعداد باینری و بعد میاد محاسبات روش انجام میده. شما اصلا هر محاسبه ای که الان مثلا تو کامپیوتر داری میبینی، تو زبان برنامه‌نویسی داری میبینی، مثل ضرب کردن، مثل جمع کردن، مثل اه، تقسیم کردن، اینها همگی با همین اند و اورها اتفاق میفته. خب کامپیوتر با همه اینها رو با همین اندورها، یعنی مدار جمع کننده درست میکنه. حالا نمیدونم درس مدار منطقی رو خوندی یا نه، یا مثلا مدار ضرب کننده درست میکنه به صورت منطقی که میاد تمام این عملیات ها رو انجام میده. ولی آره این چیزی که من الان اینجا گفتم یه مثال بود. حالا جلو کاربردی ترش که بخوایم بگیم، ما یه وقتهایی هستش که خودمون عمیق میشیم توی رجیستر کامپیوتر. میگیم رجیستر کامپیوتر 8 بیت دیتا داره. این 8 بیت دیتا شامل یک صفر یک صفر های متوالی هستش که ما داریم. حالا میخوایم اینها رو مثلا با هم دیگه اند کنیم، اور کنیم، یک سری عملیات های رو اینها انجام بدیم، از همین بیت وایس ها استفاده میکنیم. پس اینی که من الان اومدم بهت گفتم اینجا توضیح دادم یه مثال بود. و آره به صورت کلی کاری نیست، کار معمولی نیست که بخوایم انجام بدیم، به خاطر اینکه ما جمع داریم، تفریق داریم و اینها رو میایم تو سطح بالاتر، لایه‌های بالاتر سخت افزار انجام بدیم. متوجه شدین کامل؟ اگه چیزی دارن میگین که صداتون نمیاد، ان شاءالله که متوجه شده باشید. خیلی خوب. من بیام ادامه‌شو حالا بگم. خب خیلی خوب. اند او رو گفتیم، کاربردش هم گفتیم خیلی ساده و معمول به چه شکل هست، به این شکل دیگه. میان اینها رو جمع میکنن که حالا جلوتر تو میکرو رفتیم یکم با ریجیسترها اینو خواستیم کار کنیم، یک سری عملیات ها رو انجام بدیم. این اندورها خیلی به درد میخورن، ولی فعلا در واقع در سطوحی که بخوایم درک کنیم که اینها به چه شکلی عملیات ها رو انجام میدن، عملیات ها به این شکل انجام میشن. میان در واقع یعنی هر عدد اینتیجر، فلوت و هر عددی کلا در کامپیوتر بر اساس همین صفر و یک ها در واقع ذخیره میشن. و این صفر و یک ها هم اگر بخواد عملیاتی روشون انجام بشه به همین شکل بیت وایز این اتفاق روشون میفته. خب اند و اور و نات که مشخص بودن، ایکس اور هم مشخصه. ایکس اور جدول صحتش رو اگه من بخوام براتون بیارم که یه یادآوری براتون بکنم، جدول صحتش به این شکله. ایکس اور که بزنم
این جدول صحت ایکس اور خواهد بود و خود شکل ایکس اور هم به این شکله، شمای فنیش به این شکله. و ایکس اور چی میگه؟ ایکس اور میگه که صفر صفر که باشه میشه صفر، صفر یک که باشه میشه یک. یعنی هر وقت یک داشته باشیم خروجیمون یکه ها، ولی تفاوتش با اند اینجا خلاصه میشود که یک یک رو صفر میده و مثل اند نمیاد یک یک رو در واقع یک بده. تنها تفاوتش اینه. اینم از ایکس اور. که بخواید ایکس اور هم پیاده سازی کنید میتونید به این شکل ازش استفاده بکنید. خیلی خوب. در خصوص شیفت به راست و شیفت به چپ هم که بخوام یک توضیحی بهتون بدم به این شکل هست که فرض کنید من میام اینو تو کامنت توضیح، شاید یه کمی شاید مثال اینجوری بزنم یکم قابل فهم نباشه. فرض کنید یه عددی دارم من 101، من اینو میام میخوام دو تا شیفتش بدم. خب میخوام دو تا شیفتش بدم، میام میگم میخوام دو تا شیفت به راستش بدم. چیکار میکنم؟ میام میگم آقا مثلا دو تا شیفت به راست که بده، این 101 چه اتفاقی براش میفته؟ شکلش از این 101 تقسیم میکنه، تغییر میکنه به 0 1 0. خب من میگم یک مثلا میام تعداد شیفتش هم میگم آقا چند تا شیفت بده. خب شما کلا شیفت رو که میخواین بنویسید این طرف میشه تعداد اون مقدار شیفتی که میخواین بدین و وقتی هم که میخوان یک متغیر رو شیفت بدین میاد صفر رو چیز میکنه. بذارین اینجوری بهتون بگم. وقتی من دارم میگم، حالا حیف که تخته ندارم مثلا تخته نمیتونم بهتون بگم، ولی اینجوری بخوام بهتون توضیح بدم نگاه کنید. وقتی من شیفت به راست میدم میام صفر مقداری صفری که اینجا تعریف کردم. مثلا من اینجا گفتم یک دونه صفر، یک دونه صفر رو از سمت چپ هل میدم به سمت راست. یعنی من میام یه دونه صفر اینجا هل میدم اضافه میکنم، خب میدم به سمت راست. شیفت به چپ که میگم از سمت چپ میام به مقدار این اعدادی که اینجا نوشتم شیفت میدم به سمت چپ. خب یعنی از سمت راست یه مقدار شیفت میدم به سمت چپ. حالا چون تخته چیزی نیست مثلا نمیتونم شکل بکشم، میگم ناواضحه. پینت هم خیلی قشنگ نمیکشم که بخوام بهتون بگم، ولی این ساختارش به این شکله. بخوام یک مثالی بزنم، بذارید یکم فکر کنم ببینم این مثال کاربردی که میگم قابل فهم باشه بهتون توضیح بدم دارم یا نه. فرض کنید که مثلا میگم من یک چیزی دارم، یه مقدار متغیری دارم اینجا. حالا خوب شد این سوال هم این مثال رو هم دیدم. یه اینت آ دارم، اینت آ رو من میخوام توش باینری ذخیره کنم. خب یعنی من میخوام باینری که میخواین ذخیره کنین یا هگز یا هر چیزی که میخواین ذخیره کنین تو زبان سی، از این روش ها میتونید استفاده کنین. مثلا من الان میخوام باینری ذخیره کنم، می‌نویسم صفر بی و بعد مقدار باینری ما می‌نویسم. مثلا مقدار من هست صفر 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 یک 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 صفر یک، یه همچین مقداری هست. خب حالا این تو آ میاد چی رو ذخیره میکنه؟ میاد این مقدار رو تبدیلش میکنه به چی؟ تبدیلش میکنه به یه عدد اینتیجر یا صحیح، ذخیرهش میکنه داخل این متغیر. که اگه مثلا من این باینریش رو الان اینجا بزنیم با هم دیگه، دسیمالش چند شده؟ دسیمالش شده 29. یعنی مقداری که داخل متغیر آ ذخیره شده الان 29. حالا ما به این کار نداریم فعلا. ما فرض کنیم یه همچین مقداری داریم. خب باینری اومدیم داخل آ ذخیره کردیم. خب حالا جلوتر هم میگم باینری میخواین ذخیره کنید، هگز میخواین ذخیره کنید چه جوریه. ولی خب باینری که از همه باینری هگز که از همه کاربردی تره به این شکل. برای باینری شما می‌نویسید 0 بی، برای هگز چجوری می‌نویسید؟ مثلا من یه متغیر دیگه اگه اینجا تعریف کنم به اسم بی، میگم که 0 ای اف اف. مثلا هگز که میخواین ذخیره کنید پیشفندی که اول میزنید صفر ایکس برای باینری صفر بی، بعدشون مقدارتون رو میاد اینجا مینویسید. مقداری که میخواید بریزید تو متغیر رو اینجا مینویسید. خب به این شکل بخواید باینری هگز هم مقدار بدید از این روش میتونید استفاده کنید. حالا کار نداریم، میگم که آقا سی رو بیا شیفت بده، شیفت مساوی کن با 2.
خب یه مثال ترکیبی هم اومدم براتون زدم، این حالت آه. این عبارتی که من بالا نوشتم برابر هستش با این عبارت. میگم که بیا آ رو 2 تا شیفت بده به چپ. بیا 2 تا شیفتش بده به چپ. یعنی 2 تا صفر هل بده. چیکار کن؟ خب از سمت راست هل بده به سمت چپ. یعنی که الان خروجیه. حالا من اینو اینجوری بنویسم یکم قابل فهم‌تر باشه. الان آ اینجا مقدارش باید چقدر باشه؟ اگه من بخوام اینو بهتون بگم، میگم آ، حالا من صفر بی طبق استاندارد سی هم می نویسم، میشه صفر یک 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 صفر یک صفر صفر. این دوتا صفره رو اومده چیکار کرده؟ اینجا گذاشته پشت اینجا هل داده به سمت چپ. هل داده به سمت چپ و این دوتا صفر این اول حذف شدن، کلا رفتن بیرون، ناپدید شدن. این دوتا صفر اومده به اینا اضافه شده. که میگم این شیفت دادن ها و این اند کردن ها و اینها داخل رجیستر ها خیلی کاربرد داره. من اگر بخوام بیام یک توضیحی هم در مورد اونها بدم الان یکم زوده. بعد یک دیدی الان نسبت بهش داشته باشیم، بعد بهشون هم میرسیم. پس این شیفت دادن به این شکله از سمت، یعنی شیفت به چپ که میخوایم بریم، شیفت به راست باز فرق از این ور میشه. یعنی شما اینجا به مقدار اون شیفتی به مقدار این که اینجا مینویسید صفر میاد شیفت میدید از سمت چپ به راست. اوکی؟ این هم مقادیر شیفت دادن. فقط یک نکته ای که ما تو شیفت دادن ها داریم که میخواستم من بهتون بگم، شیفت به راست که در واقع داریم میدیم، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم تقسیم میکنیم. و شیفت به چپ که داریم میدیم در واقع داریم ضرب میکنیم. یعنی چی؟ خاطر این که ما وقتی شیفت به چپ میدیم، میایم بیت های بی ارزش و کم ارزشمون رو، خب بیت های کم ارزشمون که به اصطلاح بهش میگیم LSB، داریم این بیت های کم ارزش رو میدیم بالا و میدیم بیت با ارزشش میکنیم. و هر چی که مقدار بیت های یک با ارزشمون بیشتر بشه، باعث میشه که عددمون مقدارش بیشتر بشه، 2 برابر بشه. یعنی ما داریم در واقع عمل ضرب کردن رو اینجا برای خودمون انجام میدیم. و وقتی که شما میان شیفت به راست میدید، دارید بیت های با ارزشتون رو تبدیل میکنید به بیت های کم ارزش. بعد باعث میشه که در واقع اول تقسیم کردن اتفاق بیفته. اینم یه نکته جالبی بود که گفتم بهتون بگم. یعنی اگه من بخوام یه مثالی بزنم، میگم مثلا اینجا اینت آ دارم، آ رو من میام مقدار 5 بهش میدم. حالا من میگم که آ رو یه شیفت راست مساوی کن با 2 مثلا. بعد میام سیوت میگیرم از آ، ببینیم مقدار آ چند میشه. مقدارش شده 1. 5 بوده کم شده دیگه، یعنی اومده تقسیم شده، مقدارش کم شده. حالا اگه من اینو بیام شیفت به چپ بدم، مقدارش زیاد میشه. مقدارش زیاد میشه، یعنی افزایش پیدا میکنه. ولی اون میگم، حالا من دارم میگم ضرب و تقسیم، یه وقت تو فکرتون نباشه که من کاربرد همون ضرب و تقسیم معمولی رو داده. همونطور که الان میبینیم مثلا داره 20 رو نشون میده، اون ضرب معمول رو نداره. منظورم از ضرب کردن یا تقسیم کردن اینه که مقدارش کم یا زیاد میشه. شیفت به چپ که میدیم مقدارش زیاد میشه، شیفت به راست که میدیم مقدارش کم میشه. اینم از عملگرهای بیتوایز. ولی اینها رو سعی کنید که حالا خودتون بیشتر باهاشون کار بکنید، تسلط کامل روشون داشته باشید. حتی اگر نیاز بود برید یکم مدار منطقیتون رو دوباره بخونید، که جلوتر تو میکرو میریم اینا خیلی کاربرد دارن برای انجام عملیات همون. ولی البته حالا با اومدن توابع حل داخل میکروکنترلرهای مختلف، باعث شده یکم کمتر از اینها استفاده کنیم، از این بیتوایز ها کمتر با رجیسترها درگیر بشیم. ولی باز هم یادگیریشون باید باشه. یک سری از مسائل خیلی مهم. خب انواع عملگرها رو بهتون گفتم. فقط یک عملگر دیگه میمونه که خوب شد ایف رو هم بهتون گفتم، میتونم اون رو براتون انجام توضیح بدم. یه عملگری داریم، یه عملگرهایی داریم، عملگرهای متفرقه بهشون میگن. یه عملگرهای متفرقه مثل چی هستن؟ یه ساختار دیگه ای تو ایف داریم، یه ساختار دیگه ای داریم که میتونیم برای ایف نوشتن ازش استفاده کنیم، که خیلی قابل فهم نیست.
یعنی معمولا کسی که از این نوع ایف برنامه‌نویسی که از این نوع ایف میاد استفاده میکنه یا مرض داره یا مثلا میخواد بگه خیلی خفنه. ولی خب ما هم بهتون میگیم که آقا مثلا یه اینت آ داریم مساوی با 4، یه اینت بی داریم هم مساوی با 5. میگم بیا خب تو سی یه مقداری بنویس. خب میگم بیا آ رو مثلا میگم یه شرط میخوام بنویسم، میگم اگر آ مساوی بود با ب، بیا داخلش مقدار 7 رو بریز، در غیر این صورت بیا مقدار 8 رو بریز. یعنی اینی که من الان اینجا اومدم نوشتم با اینی که الان اینجا نوشتم یکیه. میگم اگر آ مساوی با مثلا بی شد، بیا داخل سی مقدار 7 رو بریز. خب الس در غیر این صورت بیا مقدار چند رو بریز، مقدار 8 رو بریز. یعنی ما این ساختار ایف رو هم داریم، ولی همونطور که بهتون گفتم این ساختار ایف یه کمی فهمش سخته دیگه. خب میگم عجیب غریبه، ولی خب این قابلیت رو هم داره سی. و میگم شما اگه جایی اومدین دیدین تعجب نکنید، این همون ایفه، این ایفه، اینم السه. ولی خب از این کارا نکنید، معمولا ما هر جا از اینا استفاده کردیم بهمون یه چیزی گفتن. یعنی زیاد چیزی، یعنی معمولا شاید هم تو امتحانات ببینید که مثلا اساتید ازت استفاده میکنن، فقط جهت اینه که نمرتون کم بشه، یعنی هیچ کاربرد دیگه ای نداره. استفاده میشه ولی خب میگم یکم فهم برنامه‌تون رو میاره پایین، یکم درک برنامه سخت میشه. ولی خب دیگه هست. من خودم آخرین باری که از این نوعی استفاده کردم دچار حرفای زشتی از توسط افراد مختلفی شدم. برای همین بهتون توصیه میکنم کلا استفاده نکنید. آره اینم به همین شکل. پس در واقع این ساختار ایف رو هم داریم، حالا دوست داشتین استفاده کنین، دوست هم داشتین استفاده نکنین. این هم یه ساختار ایفی است که خدمت دوستان گفتم. عملگر ترکیبی دیگه ای هم، یعنی عملگر متفرقه دیگه ای هم که داریم، عملگر کاما هست. خب کاما هم یه عملگره در واقع، ولی خب محاسباتی انجام نمیده و کار خاصی انجام نمیده، فقط برای جداسازی ها استفاده میشه که اگر دقت هم کرده باشیم از کاما زیاد استفاده کردم. یعنی کاما کجا استفاده میشه؟ یعنی که شما میخواید مثلا داخل یکی از کاربردهاش اینه که میخواید داخل یه خط چند تا عملیات انجام بدید. اینجا میبینید دیگه نمونهش رو، مثلا من اومدم آ رو مساوی با 4 کردم، یه کاما گذاشتم که در واقع یک متغیر دیگه هم اینجا تعریف کنم. عملگر دیگه ای هم که اومدم خدمت دوستان گفتم همین کاما هست. کاما هم کاربردهاش عموما همینه. یکم که دست به کد بشید معمولا دستتون میاد کجا از کاما استفاده کنید، ولی خب زیاد هم چیز مهمی نیست. یعنی یک جاهای دیگه ای مثلا استفاده میشه، یعنی شاید ببینید مثلا تو این همچین حالتی هست. مثلا میگم همین متغیر اینجا سی رو من اینجا دارم، مثلا بخوام کاربرد کاما رو بهتون بگم. خب بعد بذارید اینجا یک متغیر تعریف کنم، همین آب رو اینجا دارم. خب خوبه، بذارید د رو هم کار ندارم. من این کد رو من الان بیام براتون بگم. یه مقدار اولیه به اینا بدم فکر کنم خوب باشه. این مقدارشو 2 بدم، این مقدارشو 5. بعد میگم که داخل B بیا چیکار کن، بیا مثلا بنویس که x اگر مساوی بود x رو مساوی با 10 کن، بعد یه کاما بذار x رو به اضافه 4 کن. x نوشتم اشتباه نوشتم، منظورم همون آه. خب یعنی اومدم دو تا عملیات رو داخل یک خط انجام دادم. خب اومدم دو تا عملیات رو داخل یه خط انجام دادم. حالا الان این داخل وای داخل بی چه مقداری میاد نمایش میده برای ما؟ بیایم با هم دیگه ببینیم. میاد مقدار 14 رو نمایش میده. چرا مقدار 14 رو نمایش میده؟ کسی میتونه این رو توضیح بده؟ ایده ای داره از این یا نه؟
خود با خودم نگاه کنید، من آ رو اینجا اومدم تعریف کردم، برابر کردم با چند، برابرش کردم با 2. اوکی. بعد اومدم باز جلوتر گفتم یه عملیات بیا اینجا انجام بده و آ رو برابر کن با 10. اوکی. بعد میگم چی؟ باز میام آ رو که برابر کردم با 10، خب یعنی مقدارش کلا تغییر کرده، یعنی الان اینجا آ مقدارش شده کلا 10. اوکی. بعد میاد توی عملیات بعدی، یعنی من یه کاما گذاشتم، یه عملیات دیگه اومدم انجام دادم اینجا. خب تو این عملیات دیگه اومدم گفتم خب آی من اینجا هست، مقدارش چنده؟ مقدارش 10. 10 رو بیا به اضافه 4 کن، خب مقدارش میشه 14. خب حالا به خاطر اینکه تو کاما گذاشتن این رو در نظر داشته باشید که هر وقت ما کاماهای متوالی میذاریم، آخرین عملیات بعد از آخرین کاما خروجی برنامه، یعنی هر خطی که در زبان سی و سی پلاس پلاس می نویسید دارای یه خروجی هست. یعنی الان این خطی که دارید شما اینجا می نویسید خروجی داره، خروجیش چند؟ خروجیش 5، به خاطری که آخرین عملیات بعد از کاما هست. در همه خطها، در همه خطایی که در زبان سی و سی پلاس می‌نویسین این قضیه هستش. پس اینجا میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا آ رو من اومدم اینجا 10ش کردم، به اضافه 4ش کردم شده 14. خروجی این خط هم شده 14. حالا من گفتم خروجی این خط رو بیا بریز تو بی، برای همین میاد مقدار این رو 14 نمایش میده. و این هم دقیقا موضوع کاماها هم شما توی یک سری جزوات و دروس دانشگاهی در خصوص اذیت و آزار دانشجویان میبینید و هیچ برنامه‌نویسی نمیاد این کار رو انجام بده. برای همین خیلی چیز قابل فهمی نیست و معمولا میگم کسی اصلا این کار رو انجام نمیده. خب اصلا چرا؟ این چه کاربردی هست؟ ولی این قابلیت هایی هست داخل زبان سی و سی پلاس پلاس که مثلا یه کتاب رفرنسی هم که بهتون گفتم برید سی پلاس پلاس دایتر، اونو که بخونید مثلا در مورد این موضوعات کامل توضیح داده. ولی خب اینها واقعا مسائلی نیستن که تو کاربرد برای ما مهم باشن. یک سری قابلیت ها هستن که اینها هم به خاطر همون اولویت بندی های عملگرها هست که گفتم بهتون بگم، ولی زیاد بهش فکر نکن. مباحثی که میخواستیم این جلسه بگیم رو من همه رو خدمت دوستان گفتم. میتونیم اگر حالشو دارین، حوصله‌شو دارید، بریم سراغ مبحث بعدی که سویچ کیس ها هست، یا هم که نه ما جلسه رو امشب به پایین برسونیم، چون من خودم مشکلی ندارم برای ادامه جلسه. اگر خب موافق نیستید اشکال نداره، جلسه رو پس من با اجازهتون به پایان میرسونم. خیلی ممنون بابت لطفی که نسبت به من دارید، واقعا بهم انرژی میدید. امیدوارم که بتونم تمام مطالب رو به صورت کامل خدمتتون ارائه بدم. هر جایی هم که کاستی چیزی دیدید حتما بهم بگید. من سعی میکنم که شما رو به مراجع دیگه متصل کنم، حتی اشخاص حرفه‌ای‌تر که بیاد در واقع مشکلات شما رو در این خصوص حل کنم. حالا انشالله ما این مباحث رو هم گفتیم، مباحث پیشروی ساده دیگه مثل سویچ کیس ها، لوپ ها، مثل وایل ها و فور ها مونده که اینا دیگه میشن مباحث پایه. اینها رو که تموم کنیم از در واقع برنامه برنامه نویسی پایه دو مبحث میمونه که مورد نیاز ما هست برای کد نویسی. یکی پوینترها و استراکچرها هست. و این رو هم بهتون بگم اگر که وقت کردید، حوصله داشتید، خواهشمندم که برید در مورد پوینترها و استراکچرها خودتون بخونید، چون واقعا مبحث دشواری هست و به یک جلسه که من میام اینجا توضیح میدم خدمتتون قطعا براتون جا نمیافته و خیلی هم مبحثی هستش. برای همین من این رو اومدم چیزش کردم، گفتم که پوینتر استراکچر ها رو ببرم تو میکرو بهتون بگم، به خاطر اینکه پوینتر استراکچر رو من خودم اینجوری که بودم وقتی که پروژه انجام دادم به صورت کامل برام جا افتاد. ولی این مباحث دیگه نه، این مباحث دیگه یه سری مباحث پایه‌ای هستن که واقعا باید قبل از چیز بهتون توضیح داده میشه. برای همین اگر وقت کردین پوینترها و استراکچر ها رو بخونید. جلسه بعد من همین سویچ و فور و وایل رو هم که بهتون گفتم میرم سراغ اون مطالب که یه آمادگی نسبت بهش داشته. اگر هم کاری ندارین که جلسه رو با اجازهتون تمام. مسائل جلسه بعدی آسون میکنم جلسه بگینشون. جان
میگم مسائلی که میخوایم واسه جلسه بعدی بذارید مثل فور و وایل و اینا مسائل خیلی آسونی ان. میخوایم همین جلسه نگیم نه من چیکار دارم مثلا آخه راحت باشین دوستان آخه خالی. موافق نیستم، وگرنه من مشکل نداشتم. میگم زیاد چیز سختی هم حقیقتا نیستن این مسائل که میخوام بگم، واقعا چیز سختی نیستن، ولی خب حالا بچه‌ها موافق نبودن دیگه. باشه دیگه. آخه اکثرا کار کردن مثلا من خودم به شخصه با آردوینو داشتم کد می‌نوشتم و با تمام این مسائلی که تا الان توضیح دادین آشنام به نوعی. بله همونطور که گفتم الان تا الان و به اضافه جلسه آینده که میخوایم صحبت کنیم مسائل پایه بودن، یعنی واقعا چیز سختی نبود. من فقط گفتم اینها رو یک یادآوری بکنم و حالا اگر تقریبا همه سنگ تایم یه جلسه هم مشخص کنیم مجازی حضوری برن انجام. راست میگی، راست. خود این انجام